در ولایت سوخت بخشیده به جشن نوروز عالم‌افروز کارهای آبادانی و سازندگی، سبز و خرمگردانی و دیگر تدبیرهای بنیادکاری با مرام ادامه دارد. طبق اطلاع مسئولین امسال در 18 شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت نزدیک 6 میلیون دانه گل‌های رنگارنگ آرایشی شنانده می‌شود. شناندن گل‌های موسمی با طرح خاص در کوچه و خیابان‌ها، باغ و گلگشت‌های شهر خوجند به حسن این شهر دلارا حسن دیگر ضم می‌کند. گلپرور عبدالسلام قربانزاده که در این سمت تجربه بسیار ساله دارد، در روند کارهای سبز و خرمگردانی بخصوص شناندن گل‌های آرایشی تخیلات بوی و رنگین خود را استفاده می‌نماید. بنا به اطلاع نامبرده امروز گلپروران ولایت سوخت امکان دارند که طلبات شهر و ناحیه‌ها را به گل‌های موسمی قانع نمایند. تنها در گرمخانه‌های بوی بهار بیش از 600,000 گل‌های رنگارنگ موسمی پرورش کرده می‌شود. عین خلاص ما شناندن گل‌های موسمی آغاز کردیم. یکم منای نازل باغ کمال خوجنده و سانه گلگشت شهر خوجند و شناندن گل‌های آرایشی سر کردیم. ما اول هر یک منطقه دیزاینش تیار میکنیم، با هم با نگاه کرده گل‌های رنگارنگ همش انتخاب کرده همون جای‌های معین به شنانده میشه. در کوچه‌های شهر خوجند زیاده 2 میلیون گل‌های رنگارنگ شنانده نقشه داریم. معلوم است که هر سال تشریف سیاحان و مهمانان در دایره تنتنه‌های ادانه نوروزی به شهر و ناحیه‌ها بیشتر می‌شود. سال روان چهاربینی‌های اساسی جشن نوروز در شهر خوجند برگزار می‌گردد. با توجه و تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سوخت و شهر خوجند، کوچه و خیابان، گلگشت و باغ‌های فرنگی فراغتی سبز و گلپوش کرده می‌شود. مشاهده نشان می‌دهد که در باغ‌های فرنگی فراغتی امروزها ساکنان و مهمانان سیر و سیاحت نموده در میدان گل‌ها عکس و نوار می‌گیرند که این از ذوق بلند زیبایی پرستی آنها درک می‌دهد. گلپروری و گلشنانی هنری است که هر نفر را در جامعه صاحب احترام و اکرام می‌گرداند، زیرا با دستان معجزه‌آفر آنها کوچه و خیابان، گلگشت و باغ‌ها نظرآبا می‌گردد. سمت گلشنانی از خود همین شهر خوجند به هم باغ کمال خوجند به زیاده همین 35-40 نفر حاضر سر کردیم گلشنانی که لیکن جایش تیار کردن، هموار کردن، پابیل کردن هم می‌خوایم زیاده قریب 100 نفر زیاد گلپروران از اشتراک کرده است. دیزاینش آرایشش کشخیل گلای کردن چخیل رنگ انتخاب کردن و 18 شهر خدا خواه رفته همکاری کرده مصلحت داده می‌استیم. نوروز که در خود رمزی سازندگی و آبادانی، تازگی و پاکیزگی را تجسم می‌نماید، در عرفه این جشن اجدادی وسعت گرفتن کارهای آبادانی و گلشنانی از عنعنه‌های دیرین بوده. با فرا رسیدن این جشن نوروز شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت سیمای دیگر را به خود می‌گیرند، یعنی زیبا و نظرآبا می‌شوند. هر نفری که به تاجیکستان می‌آید از طبیعت دلفریب و کوچه‌های سبز و گلپوشش دل کنده نمی‌تواند و مفتون این معجزه‌های طبیعت می‌شود. به خاطر جلب بیشتر توجه سیاحان و مهمانان در شهر خوجند تدبیرهای سودمند اندیشیده شده، جشن‌های در پیش ایستاده با دستاوردهای ارزنده استقبال گرفته می‌شود.